اینجا اینی کالای بیریه، خیلی یک سوت خوب شی و اینی هم کالای شاله دیگه. دو طرف هم درو کالای بیری نشان میداد. و دوستا اینجا ما دوستا خنک دوم ساعت 2 بجه شاوه دیگه. ما از دست شوقی هستم و سیکن دوستا ماشاءالله چه قص خوب شده است. این دوستا خیلی دیزشته. البته این بسکر بیرگیمه باز ما ایره آوردم که چیشنه گیر که چکنم بازم زو که در پایش سخت ازوم خریدم دیگه. اینی کالای هزارگیخ پشتم که چکورتی پشتم بر یخ. عزیزا سلام، وقت همگیشون بخیر. امید که خوب و خوش و سر حال باشین. تمام شما خوش آمدید میگیم در امروز نه ویدیوی خوب. عزیزا امروز قراره که پاککاری صفایی داشتم یا مخانه تکانی داشتم دیگه. دوستا تیرماش ده دیگه معمولا امی تیرما و بهار و اگان اید و چی که میشه آدم یک دفعه خانه تکانی و نه خانه خو باید صفایی کنم. من پیش از اینکه ایچار بلوم گفتم باش تو که یک خوب سه صفایی کنم دیگه. قالین خود دیدم در ششتو دیگه. اینا دیگهش را خودم باید خانه را پاک کنم صاف کنم و شما تا آخر ویدیو قزما باشین عزیزا. دوستای عزیز امروز زیاد خسته شدم، زیاد مندم شدم. مخاطر که ما زیاد خسته و مندم شدم. شما قلبای خوب اخرى بلدیز ما بیلین در کامنت و دیگه کامنتای خوب بدین که یکم انرژی بگیرم، یکم خستگیم رفشنه دیگه. در کل خانه پاکیدو یا صفایی خیلی سخته دوستا، خصوصا کسایی که تنها باشه. تنهایی آدم تنها باشم باز خوبه که اند کار میخوام ولی کار قدر باشم سختی اختره. باز از ما که از این طرف صفایی کنیم، 2 نفر دیگه ماشاءالله است از اون طرف پس کی تیر نه. اره دوستا دیگه باشین تا آخر برنامه را. قد از ما دوستا امروز صفایی نم دیگه کجا مورم تا آخر ویدیو را قسمه باشین است. یعنی هم از مهران کم این ادنه میله کمی خانه صاف بمونه نه بچه. مهران سلام، خوب بچه؟ عمران توست کنی بچه؟ ما زینه جرونی؟ اوه ما سب کیس توشنم دوستا. فرشارم جمع کدوم قالیم ده. جان تو گادی جرونی؟ آفرین بچه. فرشار جمع کدوم که قالین رو دیدم داشتو دیگه. اینا شی منده که باید خودم صفایی کنم دیگه. پرده مردارم کندم برم بشیم. کاش که مادر نیستین ما بودم در دنیای از خود. مادر خودو کورشنم امروز خطاش ده بلیله بش سیکو چخون زخم شده. خب زباش دیگه قد از من. خب عزیزایم اینجا ماشین اشتوم در او کلا میشیم دیگه. ما میخوایم که تمام شه یک روز صاف سترش نه پرده مردر تمام چیز را سرچیک دوم که باید شتش نه. خب از سایدی دیگه میخوام که دیگه کنم بلده چاشت و این جندر و لواب شروع و میخوام مکرانی بکنم دیگه. اینی هم از مکرانی که او جوش کدم آن زور بگرد یم چای منده باشه دیگه. چای خوب میچسبه و یم نان از ما تمام کار بخیال مینمی که تقدر کشنایه بچه. تو قداوی کمک میشی؟ ها؟ پیرا را بای تو قداوی کمک میشی؟ اونجا جارونی؟ ها؟ سوسی کو قداوی کمک میشی؟ اوی موسید کیست تیش نمک سیکن دوستا بچه ماشالله که چشت قداوی کمک میشه جارونه اینجا جارو بده. نمسک کیست تیش نمک خدا آوه نادیرتش نخو. خود دوستان شیشه رم صاف کدم ورسیرم صاف کدم دیگه.
این جای زیگ است نمیفهم این دوریه یخم چرا اون رقمیشته صاف نمیشه دیگه. تا آخرین حد را زدم گفتم مردم که صاف کدم دیگه. صاف کدم فقط منده الماری صاف کنم و این شیشه منده این صاف کنم. دوستا دمی باره چی نظر میدین شما؟ اسمالار این دفعه نه بور کدم اینجی آوار کدم سیکن چه قصد خوبش کوک که دایره. این دفعه گرفتم اینجی سیدنه اسمال رقم آوار کدم. دیگه دوستا کم که تغییرات بایم خوب میشنه. از پیش الماریم ده طرف بود بیر ده طرف بود. این دفعه گرفتم الماری ده طرفشتم بس گرفتم بیر ده طرفشتم بس دیگه قالین را کار کنم. بس اینی عینه ریزه خود بیجم برند اون اونجی بخیر بیجملم دیگه بخیر. اینجا رم جارو کدم صاف کدم دیگه بخیر. شاید صبح والا ستاره قالین رم بایره دیگه. قالین را کورد بخیر آوار کنم دیگه کار سامو میشه. باید قیم زیکشنه. من دوستا دیگه مام الماری رو صاف کنم. دوستای خوب و نازنینم دیگه خانه رم صاف کدم طول کدم جمع کدم آشپزخانه رم مرقم دیدین که صاف کدم ششتم رسیدم بخیر تا غلاولی دیگه من تمام جای کدم بوشی اگه غلاولی باز ناشته و نبسم خانه و آشپزخانه ناشتم شه دیگه ما مامادم در جان غلاولی دیگه دوستان من میال تازه خبر شدم که مورا شاوخی نکویک ده باید زود چونم تا آمادگی بگیرم ریشنم خواست زمان کار خساموکتم ریشتم در شاوخینه دیگه کم خانه رو مخص صافی کدم تیتم جمتم پس کسته تیت شدم دیگه اینی کالای هزارگی پشتم که چه کتی پشتم بر یخ اینی کالا پشتم چرخم فیشن کدم ساده سیمپل سمنمی رنگ نخویم ساک. خب دوستان ما هم رسیدیم در شادیال یادم تالار دیگه ماشاءالله سیکن چقدر خوب شی دیزاین و دیکور کده البته بلده شاوخینه دیگه خیلی خوب شی گلکاری کده دیگه دوستا تبال را بیرید آمدم نمدد دیگه کم شلوغ هم نشد تبال را بس ما از این لحظه استفاده کردم از فرصت دیگه کم کم ویدیو گرفتم دیگه اینجا بیرید آمد را ورد پیشیون زود چراغ مراغ داغ کرد دیگه تا جایی که بیتنم بلده شما از کم کم ویدیو میگرم دیگه
و شمور در جریان میلم دوستا. اینجا هم امران و مهران رفته پاپا دارد دوستا سعی که دست که امروز صفایی کردم شتر خوبش نوربان رنگ ناخونایم رفته خوبش دیگه کمک را رفته. و دوستای گل نازنینم اینجا هم خینه را ورده دیگه امروخم خنجیش گفتم که امشب شاخینه سیکن چک لباس مقبول چقدر خوب شی سوت بلده بیری گرفته و اینی طرف هم یک شال دیسکو خیلی خوب شی امروخم شرشریش هم نقره دیگه خیلی خوب شی بود و کالای بریر دو طرف نشان میداد. کالای بریر که نشان داد دوستا بس امو چاکلیت چرا تیت منه دیگه ما یک دانه چاکلیت گرفتم یک دانه کمک بین المللی از طرف آمد. و اینجا هم دیگه دوستای عزیز شاخینه بعضی ها کسته دنان میگره بعضی ها کسته فقط امی یک دانه جوز را میده دیگه. اینجا هم بلدیزمو امزی یک دانه رانی آورد و مهران جانم خواه داد دیگه ما بلده مهران امران گرفتم و یم 3 دانه رانی که یکشی از من یکشی از امران جان و یکشی از مهران جان است و یک دانه چاکلیت امران از این طرف میگه آبا یک دانه چاکلیت ما هم گرفتم گفتم خوب دیده بچیم دیگه. هلی دوستای گل نازنینم اینیم شاخینه که رفته دی مگس خوردوک ده دیدو بالا مقصد بوری خوب تیرمشه خوش میگذره دیگه موم رفتی خیلی خوب خوش تیر شد و دوستا نگفتنم نه که نال خینه اردو امدوم دو خانه خبرین دوستا ساعت 2 بجه شاوه ما میال خانه امدوم میخوایم دستای خینه کنم و اینجا هم دستای خینه کدم تمام نفرا خواه فقط ما شدم از دست به وقت شوقیم دوستا بگر کار کدم منده آلاک ولی میخوایم دستای خینه کنم. اینه دوستا سیکن دستایم چقدر خوب شی اینی را 20 دقیقه شدم دستایم چقدر خوب شی بال کده دیگه. خود دوستا ما اینجا ماتم اینی وسکر میکسته خیلی ریزشته البته این وسکر بیرگیمه باز ما ایره آوردم که چیش نه گیر که چکنم بازم زو که در پایش سخمه از اون خریدم وشته دکان من در زیادم رفت اینجا پیش خاله هم دوم که باید ایر ناو کنه دیگه شما سیکن اینال خوب دقیق سیکن وسکر مینی رقمه سیکن که ما جور کنم بخیره باز چه رقم معلوم میشه دوستا. اینجا 3 رنگ انتخاب میشه یک سیاه انتخاب میشه که بلیش باید موره بشینه یک ینزی رنگ انتخاب میشه یک ینزی رنگ بس هر یک گلخواری یک الوندی بس اینی کسته خیلی بده دوستا خیلی دیگه خورم اگزی وسکت دشتش مفهمه ای ده چادر دار چی سخت میشه بس ما اینی رنگ را خوش کدوم دوستا اینی رنگ رو خوش کدوم که باید اینزیش نه دیگه بخیره باز کردیم را خوبش جور کنه بوشم دیگه ده اینیشم آوردم که ایشنم جور کنم البته اینا تمام خب یعنی باید سفید شنه تمام این خیلی رنگش خراب شده باید سفید شنه خواهد اینی هم از قالین که ششته شد آورد دیگه مصد خیلی دیر ششت اینی هم از ایچر که ایچر هم میشتم دیگه در یخ شده دوستا دیگه خوبه گیزم است شکر تازه هم دوم داختم دیگه ایشم ازی دیگه خوب شد بله خانیم کم چول جمع شد یعنی دوستا ایراز مرگتم فومینش در دیدم و توریش دو دیگه اونو اینه اونج من دورم میروم اینجی از خاطر که تانایم زورم نمیرسه باید اتیمران باید ورو بیره اینج بیله دیگه کارایم جور شد بخیر دیگه جمع شد سامو شد دوستا تازه کسته از پشت خرید رفتادم زون چندم بلده کالای مشتری خوب سیکن چقدر خود خوش درم تمندشتم دوستا که بخی دیگه چای آوردم بلده خوب اینیشم خورمایه ایشم امزو بادام خوب شی جاغریه اینیشم امزو کلچه خوب شی جاغری اینیشم قانه دیگه خیلی قانه جب نسبت است از یک طرفی قالین کسته قدر دیر چی شد نقدر دیر آورد تقریبا این 6-7 روز رفت بخی تا دیر آورد که روی خانه مرقم نسبت لود نسبت چیز دیگه مت سخت بود که بازم خدا را زار باشو کرد که خانه صفایی شد ایچار اشته شد دیگه از وقت خودم کسته مرم برو مرقم که آدم بروز منده علاق از کار که میه برو یخنه آدم که میه در خانه ام خانه که گرم باشه بس خیلی خوبه دیگه این ایچار اشته شد خیلی خوب شد
خانم پاک شد، خیلی خوب شد دیگه، اینقدر خوب شد دیگه. آره دوستا خوب شد که کارایم جمع شد دیگه. امی رقم چای و امی رقم جای گرم دوستا دیگه، جایشم خالی. خیلی من داشتم، خیلی زلش دادم، یخم بود برو دیگه. آمدم گفتم باید بلدی خیلی خوب چای کنم دیگه. خبر این دوستا ما ایت چای خورید نبدو ایت دم کسی میت چای خور شدم، ایت چای مخورم که خیلی دیگه رقم پیشی کمشه مخصوص چای منم ایت دیلم خوب سیه چای میخواه. از این پیش من چایش نمیخوردم، حالا خیلی چای خوردم دم کسی نم. دوستای عزیز دیگه کارم ساموش بخیر، خانم طول شد جمع شد، ایترم اشتم امران جمعم رایی کنم که بورم نان بیره بله ایتر نان میده کنم دیگه. باید دوستان یک نظر صدقه آدم همیشه بیده که امی خلاصه صدقه دیدو خیلی خوبه آدم، امی نظر که منه خیلی خوبه دیگه. ما امور قمی میخوایم نان که میده کنم. امی زمستون خدا بخیر برکنه، یک زمستون خوب و خوش تا پیش روی داشتیم بخینیم دیگه. عزیزا همه مو هست شاهدی خیلی زمستان که میشه خیلی امزی شاهد امزی اتفاقای بعدی که مثلا گاز گرفتگی دروجان زوریا را بخیم مکشه و بازم باید احتیاط کنیم، خیلی احتیاط کنیم. وقتی که اگان توی موی میشه یا چیز میشه، وقتی که اگان جای اگان میمانی میشه توی میشه، بس خانه مانی آدم که مرقم تیدم و تادم بعد که تبخی کرقم استنه این دفعه ما مرقم شد مونجی ده توی بدی مرو مونج کسته امروز شکسته خانه گرفتم پاکاری کردم دیگه. تمام کالا مالا تمام خشوشاتی دیگه. باش رسیدی بلدیشم کالاهایی که امروز خرید کردم امون نشان بدیم دوستا. خود دوستا سیکن اینی تنگه خو چیزایی خیلی خوب شیه دیگه. از یه خور کسته تقریبا 16 گذشته دیگه. اینیش اینا تمام کلن تنگه، اینی بلگی اینی تنگه دیگه. اینیشی لونه و اینیشی هم لونه، اینیشی پیازیه دیگه. اینیشم تربوزی خیلی خوب شکل ها گرفته. اینی هم رنگی این پیازیه لونه دوستا. لون بخواین لون است خوب پیدا میشه، زیادترایشم لون میخواستید اینی دیگه جوریشه و مشکی. اینیشی هم لونه دوستا. این یک دنه بلگی ایشی هم لونه و در آخر دو جوری دیگه دوستا. اینی هم دنگه و اینیشی جگری هم دنگه دوستا. کشترش آخرش برو نمیشه. اینی جگریشی هم لونه دوستا. هم کالاهای خوارم. آره دوستای عزیزم اینی هم بود کالاهای مشتریایم دیگه. امروز بلده زی خوار کسته خرید کردم بخورج دیگه. بلده زی خوار خو خرید کردم دیگه. دو خوشی ببشه دوستا. شما مگه از رقمی صورت کارش مسته، از رقم لباس های خوب شی دیگه. خلاصه بر فعلا ده اینجی دنگ و بخمل زیاده ولی لونه مسته زیادترش که لون پرسانید. اره لونه مسته دیگه دوستا. اینی هم بود این برنامه دیگه. امید که خوش منده شه و دیگه کالا هر رقم کالا که در کارشم باشه خوارشم در خدمت مسته. را که بخواین بلدیشم جور منم دیگه. عزیزا خوش باشین، جور باشین دیگه. تمامشون را به خدای پاک و بنیاز میسپارم. تا ویدیوی بعد الله یار و مددگاری تک تک.